السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال این است که از کدام پول ها زکات می دهیم؟ یعنی که راستی گپ سوال شاید که چندین پهلو داشته باشد، اما همه پهلوهاش انشالله کم کمی باشد. میگیم از کدام پول ها زکات داده می شود؟ هر چیزی که نه تنها پول، مثلا یک نفری هست که سامانی دارد، یک نفری هست که دلار دارد، یک نفری هست که روبل دارد، یا که طلا و نقره دارد، اینها همشان در مالهای زکاتی حساب میخورند. مثلا یک نفر روبل داره، یک دلار داره، یک سامانی داره، همه رو جمع میکنیم که مثلا مقداری 595 گرم نقره خریده شود، به همون ایو زکات باید بدهد، یا اینکه به مقدار 85 گرم طلا اگر برسد. باز نفر دیگر پرسید است که از ماشین چند زکات میدهیم؟ اگر ماشینی که اون نفر خودش هیک نداگر، یعنی که هیک کرده میگه اون رو استفاده میکند، اون برای فروختن نیست، از اون زکات نمیدهد. اما ماشین هایی که برای تجارت باشن، یک نفر ماشین تجارت میکند، ماشین میخرد به نیت تجارت، اما یگام وقت هی میکند و از اون زکات میدهد. اگر همو پولی همو ماشینش، چند ماشینی که نداشته باشد، همها رو همش به پول میبرد، به حساب پول بگیم حاضر ده هم وقت 3000 دلار مثلا زکات حساب کرده اگه اصلا بعضی جاها، یعنی که حساب میکنیم که دو ماشین باشد، اگر 6000 دلار شود مثلا، اگر ماشین های عادی باشن، اگر اینجا فهمیده میشه که 75 دلار ایش 75 دلار ایش میدهد. اما ماشین های باشن قیمت باشن، اونها را موافق همون قیمتش حساب کرده میشود. هر چیزی که قاعده عام استین، هر چیزی که برای تجارت باشد، چی ماشین است، چی اسب است، چی گاو است، چی خر است، هر چیزی که نباشد برای تجارت به نیت تجارت خریده باشد، او زکات میدهد. این چون خانه خریدگی باشد به نیت تجارت باشد، از اونم زکات هست. والله اعلی و اعلم.